از مسلمان شدنم همسرم بعد از 14 سال زندگی ازم جدا شد. پس در نهایت همسرمو از دست دادم، بچه‌هامو از دست دادم. چون دادگاه به خاطر مسلمان بودنم حضانتشونو به همسرم داد. بهشون حضانت داد. دادگاه حضانتشونو به همسرم داد. خب روند کار به وضوح علیه من بود. مثلا وقتی همسر سابقم برای طلاق به دادگاه رفته بود، قاضی نه تنها درخواست طلاق رو ثبت کرد، بلکه یک دستور من هم صادر کرد. خب مثلا به این شکل بود که من حق نداشتم به فاصله 100 فوتی از خونه همسرم و 100 فوتی بچه‌هام و غیره نزدیک بشم. خب قبل از این کار قاضی از همسرم پرسید که آیا از این مرد احساس ترس میکنی؟ و اون گفت نه. پرسید آیا تا به حال به تو ضربه زده؟ گفت نه. و اون پرسید از نظر کلامی آزارتون میده؟ و جواب داد نه. تا امروزم اگر از همسر سابقم بپرسید همینا رو تایید میکنه. قاضی پرسید پس چرا میخوای طلاق بگیری؟ و اون گفت من فقط میخوام آزاد باشم. ما داریم به دو جهت مختلف میریم. اون مسلمان شده، من مسیحی هستم و اینطور چیزا. و قاضی فقط این دستور من علیه من صادر کرد به خاطر مسلمان بودنم. بر اساس مکالمه‌ای که بین همسر سابقم و قاضی رد و بدل شد و مربوط به من بود، این برداشت منه. پس در نتیجه من برای مدتی حتی نمیتونستم بچه‌هامو ببینم. فقط برای اینکه کامل بگم میروند چقدر تحقیرآمیز بود، دادگاه مقرر کرده بود که برای دیدن بچه‌هام باید یک محافظ شخصی استخدام بشه. باید یک محافظ شخصی استخدام میکردم، یک محافظ شخصی که حاضر باشه تا از بچه‌هام در برابر من محافظت کنه. همچین شرایطی چقدر میتونه یک پدر رو تحقیر کنه؟ با اینکه هیچ سابقه از سوء استفاده کلامی، سوء استفاده فیزیکی یا رفتار تهدیدآمیز وجود نداشت. هیچی. همسرم فقط همراهی کرد. میتونید دلایلش رو از خودش بپرسید. اما این چقدر روند تحقیرآمیزی بود. پس به هر حال چیزای دیگه هم از دست دادم. خب پس میدونید خونه، همسر، بچه‌ها، ماشین، دارایی‌ها. خب توی خونه به تنهایی 250,000 دلار تابلوهای نقاشی داشتم، فقط روی دیوارا. همشونو از دست دادم. با یه ماشین شاسی بلند و 5,000 دلار از طلاق بیرون اومدم. علاوه بر این خیلی از دوستامو از دست دادم. پدر و مادرم منو رد کردم. برام نامه فرستادن که دیگه بهمون سر نزن، تماس نگیر، نامه ننویس، از ارث محرومت میکنیم و خلاص. و همین بود و تمام. خب نکته زیبایی داستان اینه که سالها بعد تونستیم ارتباط برقرار کنیم. وقتی پدر و مادرم مسن‌تر شدن رابطمونو بهبود دادیم، تا جایی که هر دوشون به صورت جداگانه شهادتین گفتن. قبل از اینکه فوت کنن هر دوی والدینم فوت کردن. هر کدوم به صورت جداگانه شهادتین گفتن و امیدوارم که خداوند ازشون بپذیره.